سلام دوستان، لایو تخصصی تولید و فروش گیاه مارچوبه رو داریم. در خدمت آقای مهندس صانعی هستیم امشب. امیدوارم زودتر بیان و بتونیم از اطلاعاتشون استفاده کنیم. خب آقای مهندس، ما در خدمت شما هستیم. سلام دوستان. سلام، عرض ادب. سلام آقای مهندس. خوب انشالله سلامت هستین، خدا قوت. متشکر از اینکه این وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. زنده باشین، قربون شما خوب انشالله سلامتین. متشکرم، سلامت باشید. از اینکه تو این بزرگوار. روزای وقتتون رو گرفتیم باید عذرخواهی. نه، زنده باشید، خواهشم. ما خیلی باعث افتخاره که در خدمت شما و دوستان باشیم و اطلاعاتی که حالا تجربیاتی که تو این حوزه داریم رو با شما و دوستان دیگه به اشتراک بذاریم. خب اگر اجازه بدین یک چند لحظه ای رو صبر کنیم و اگر موضوع خاصی رو میدونید که خیلی مهم نیست و صحبت کنیم تا بقیه دوستانم برسن و اینکه این لایو رو سیوش میکنیم و به صورت پست مشترک انتشار میدیم. یه درست. مقدار از فعالیت خودتون بگین آقای مهندس، یک توضیحاتی راجع به تجربیات خودتون که چطور شد رفتین توی این کار با ما صحبت کنید. ما در خدمت شما هستیم. زنده باشید، خواهشم. عرض به حضور شما که من رشته تحصیلیم رشته تولید گیاهان دارویی هست و خب تو حوزه یک ما کلا حالا خرداد ماهی های علاقه‌ای که داریم این که دنبال تحقیق، دنبال بررسی، دنبال یعنی کنجکاویم که ببینیم آقا این کارهایی که داره انجام میشه تهش چی میشه. و عرض به حضور شما که من تقریبا رو بحث این چالش هایی که الان در حال حاضر داریم، رو بحث حالا کم آبی و چالش و بحران های شدید آبی که در حال حاضر تو کشور داریم، خب خیلی وقت بود که دنبال یک سری محصولاتی بودیم که بشه جایگزین محصول های پر آب استفاده کردیم، حالا گیاه رو و گیاهان دارویی رو کلا. ما این چند وقت پیش یک منطقه بازدید داشتیم تو استان بوشهر، شهر کنگان، و تقریبا شاید باورتون نشه یه اولوش باید بگم بالای 1000 هکتار اینا گوجه فرنگی کشت میکردن هر ساله و به شدت مصرف آب بالا، یعنی هر یه روز در میون اینا مصرف آب داشتن و مصرف آبشون رو وقتی اومدیم همونجا جلوی خود کشاورزا اومدیم حساب کردیم، دیدیم که واقعا وحشتناک اینا دارن آب مصرف میکنن. یعنی به ازای هر 5 ماه که دوره کاشت تا برداشت گوجه فرنگی بود تو این شهر، اینا 17,000 متر مکعب آب مصرف میکردن تو طول 5 ماه. یعنی 17,000 متر مکعب آب، یعنی فاجعه. حالا شما حساب کن 2,000 هکتار رو بخواید شما 5 ماه این آبیاری رو انجام بدید. خب این واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است و باید حالا نهادهای مربوط، نهادهایی که مرتبط هستن، حالا سازمان آب، خود جهاد، وزارت مرکز تحقیقات، اینا بیان دنبال محصولهایی که واقعا هم به لحاظ ارزش اقتصادی برای کشاورز به صرفه باشه، همین که محصولهایی رو جایگزین کنن که مصرف آب کمتری رو داشته باشه. یعنی حالا ما یک خدا یه لطفی در حق ما کرده، ما یک سمت خیلی کوچیکی هم تو بحث عضو میز ایران هستیم تو انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه و هر 2 سال یک بار خب نمایشگاهی برگزار میشه که داریم میریم اونجا. خود ترکیه که جزء
کشورهای پر آب هستش اومده کشت هندوانه رو تو بعضی از شهرهاش ممنوع کرده. ببین محصولی که بله. داره پر آب مصرف آب هندوانه خب خیلی زیاده اومده ممنوع کرده و حالا یک سری محصولات رو حالا داره از ایران وارد میکنه هندوانه رو، با اینکه ما بعضی از مناطق میبینیم که مصرف آب هندوانه هم خیلی زیاده، ولی تو جالب اینجاست تو استانهایی داره کشت و کار میشه که بحران آبی داره و امیدوارم که بتونیم تو این مسیری که اومدیم، تو این مسیری که قدم برداشتیم، بتونیم یک کار خیری، یک به قول معروف یک حالا پوان مثبتی باشه برای کشاورزایی که میخوان این محصول رو کار کنن. حالا اگه دوستان تشریف آوردن که ما بریم رو بحث تخصصی مارچوبه رو کامل توضیح بدیم. حالا به غیر از مارچوبه خب گیاهانداری خیلی زیادی هست که گیاهای کم آببری هستن و به لحاظ خب حالا ارزش اقتصادی تو همه ایران تو تمام نقاط کشور نمیشه کشت و کار کرد، ولی خب میشه تغییرات کشت رو انجام داد. یعنی بیاد حالا وزارتخونه، خود نهادهای مربوطه بیان و عرضم به حضور شما که جلسات رو برگزار کنن، بازدیدهاشون رو برن و واقعا دنبال مسئولایی باشن که آب مصرفی رو کمتر. ما تو بعضی از مناطق و استان‌هایی که داریم میریم باورت نمیشه مهندسین ارتفاع چاهاشون، یعنی عمق چاهاشون رسیده به 150 200 متر. یعنی با طرف وقتی با افراد میشینیم صحبت می‌کنیم میگن آقا اینا مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش ما عمق چاهمون 30 متر بود، یا مثلا آقا 20 سال پیش عمق چاهمون 15 متر بود، 10 متر بود، الان شده 150 متر. یعنی فاجعه، یعنی افتضاح واقعا. و امیدوارم که محصولی رو که حالا ما می‌خوایم معرفی کنیم به درد کشاورزان بخوره، به درد افراد سرمایه‌گذارایی که تو این حوزه میخوان ورود کنن به دردشون بخوره و هر به حضور شما که مفید باشه برام. آقای ما در خدمت شماییم. کم کم شروع کنید. حالا با یه سوالی چیزی بده بقیه دوستان سوالاشونو بذارن، صحبت‌های مهندس تموم بشه، بعد در خدمت شما هستیم. ما در خدمت شماییم. بحث مارچوبه، وقتی ما تو هر استان‌ها تو جلسات آموزشی وقتی اسم مارچوبه رو میاریم خیلی‌ها با زردچوبه اشتباه میگیرن، خیلی‌ها با زنجبیل اشتباه میگیرن. کلا مارچوبه خب یک گیاهیه که جزء سبزیجات حساب میشه و خانواده آسپاراگاسه هستش و یک گیاهی که سالیان سال، یعنی شاید بگم بالای 2500 سال جزء گیاهان لوکس حساب میشده و همچنین تو ایران هم تو مناطق زاگرس به صورت خودرو در میمده. ولی خب الان ارقامی که داره کار میشه ارقام بسیار مقاوم به شوری، به عرض حضور شما که کم آبی و از اون ارزش افزوده بالایی رو ایجاد میکنه. مارچوبه جزء عرض حضور شما که وقتی میگن اسم مارچوبه برای که ما میاریم، خیلی از دوستان خب با خیلی از محصولات اشتباه میگیرن و جالب اینجاست که 45-50 سال پیش هم تو ایران مارچوبه شناخته شده بوده و کشت کار میشده. منتها خب حالا بنا به دلایلی کلا کم رنگ میشه و تقریبا از بین میره. ما این تقریبا چند سالی هست که تو حوزه مارچوبه یک سری تحقیقاتی رو شروع کردیم، انواع اقسام بذرها، رقم‌های مختلف رو آوردیم، تست کردیم، کار کردیم تو اقلیم‌های مختلف، مناطق گرمسیر، مناطق سردسیر، دماهای بالا، یخبندان‌های شدید، آوردیم این رو تست کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این میتونه جایگزین خیلی از محصولاتی که کشاورزان دارن کار میکنن بشه، با اینکه خب ارزش افزوده خیلی بالایی هم داره. خب مارچوبه خب یک سری به صورت گفتم سبزی هستش که میتونن توی انواع غذاهاشون استفاده کنن دوستان، یعنی میتونن سر سفرهشون استفاده کنن، جزء سبزی ها هست. میتونن به صورت بخارپز، به صورت گریل، به صورت سرخ شده، به صورت کبابی، به صورت خام توی سبزی، توی انواع سالاد ها میتونن استفاده کنن، توی انواع غذاهاشون میتونن استفاده کنن. خواص فوق العاده زیادی داره، انواع ویتامین ها، انواع پروتئین ها، فولیک اسید برای آقایان، برای خانم ها به شدت مفیده و برایشون برای انواع سلامتی و ارزش غذایی بالایی داره و خاطر همین تو کشورهای اروپایی و تو کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت ازش دارن استقبال میکنن. یعنی شما الان کشورهای اروپایی مثل آلمان، مثل فرانسه،
مثل آمریکا، حالا آمریکای شمالی و جنوبی، اینا جزو پرمصرف ترین کشورها برای بحث مارچوبه هستن. خب بزرگترین کشورها تو کل دنیا که بیشترین مصرف و تولید رو دارن چین هستش که جزو بزرگترین تولید کننده های مارچوبه تو کل دنیاست با توناژ نزدیک به 8 میلیون تن. و جالب اینجاست که 8 میلیون تن این داره مارچوبه تولید میکنه، باز دوباره واردات مارچوبه رو داره انجام میده. یعنی ما مشتری هایی داریم که یا اگه هر توناژی که شما تولید میکنید ما خریداریم. و این یعنی چی؟ یعنی که آقا این محصول میتونه وارد هم سبد کشت و کار کشاورزان بشه، سرمایه گذارا بشه، هم میتونه وارد سبد غذایی مردم کشورمون بشه. چرا؟ چون هم ارزش غذایی بالایی داره، هم ارزش اقتصادی بالایی داره. خب ما رو بحث کشت مارچوبه، خب الان خیلی از دوستان دغدغه‌شون اینه که آقا مارچوبه رو کجا میشه کشت کرد، چجوری میشه کشت کرد، اصلا آیا تو منطقه سردسیر کشت میشه یا تو مناطق گرمسیر، توی مناطقی که حالا مثل حالا دماهای خیلی بالایی دارن، بادهای خیلی گرمی دارن، آیا میشه کشت و کار کرد این رو یا نه؟ با قاطعیت کامل میگم خدمت شما که مارچوبه بله قابل کشته. چرا؟ چون آزمایش هایی که ما رو این گیاه انجام دادیم مقاومت به شدت بالایی را خودش نشون داده به انواع تنش‌های دمایی و تنش‌های آبی. مارچوبه رو شما میتونید تو مناطق کوهستانی تا مناطقی که تا دمایش تا -29 درجه میاد، یخبندان‌های شدید، میتونید کشت کنید. توی مناطقی که گرما تا 55-60 درجه گرما هم دارن، تو اوج تابستون گرما رو دارن، میتونن کشت رو انجام بدن. حالا نحوه کشتش چجوریه؟ عرضم به حضور شما که شما میتونید به صورت جوی و پشته میتونن کشت رو انجام بدن، به صورت آبیاری قطره‌ای میتونن انجام بدن، به صورت آبیاری غرقابی میتونن انجام بدن. ولی آبیاری قطره‌ای خب بهتره، به خاطر اینکه حالا بحث کنترل علف هرزها و بحث میزان مصرف کودها خب خیلی بهتر میشه. توی خاک‌هایی که خاک‌های قلیایی مارچوبه خیلی خوب رشد میکنه، ولی خب بافت خاک رو حتما باید سبک کنید. حالا خیلی از آزمایش خاک‌هایی که ما داریم بررسی می‌کنیم معمولاً بافت خاک‌هاشون سیلتشون بالاست و چسبندگی خیلی زیادی داره. معمولاً میان حالا با ورمی کمپوست، حالا با یک سری کودهایی که بافت خاک رو اصلاح کنن، سبک کنن. چرا؟ چون مهمترین عضو مارچوبه ریشه مارچوبه است. اون اصطلاحاً ریزوم مارچوبه است، یا اصطلاحاً میگن ساقه‌های زیرزمینی مارچوبه. این ساقه‌های زیرزمینی خود این ریزوم هر چقدر تغذیه درشت‌تر بشه، محصول و عملکرد خیلی بهتری رو شما دارید. بحث آبیاری مارچوبه، من گفتم خدمت شما مارچوبه خب یک گیاهی که به شدت به کم آبی مقاومه. یعنی ما تو بعضی از مناطق این رو داریم به صورت نیمه دیم و حتی دیم کشت می‌کنیم. ولی خب وقتی من میگم آقا مقاومه به کم آبی، دلیل برای این نمیشه که آقا شما این رو ببرید هزینه کنید کشت کنید و اصلا بهش آب ندید. چرا؟ چون ما یک بحث جان چند روز مدار آبیاری طولانی مدتشون. بحث این آبی که دارم میگم خدمت شما، مصرف آب مارچوبه، ببینید میزان مصرف آب مارچوبه خیلی کمه. یعنی تو طول یک سال برای 1 هکتار شما میزان مصرف آب مارچوبه 4500 متر مکعب تو 1 سال برای 1 هکتار. خب من اول صحبتام تو گفتم خدمت شما ما تو مناطق بستان بوشهر برای گوجه 17000 متر مکعب برای 5 ماه بود. حالا شما تو بحث کشت و کار گوجه، چغندر و سیب زمینی رو اتفاق استاد بنده هستید و بحث میزان مصرف آب اونها رو مطمئناً خب خیلی بیشتر از ما میدونید و این به شدت کمه. حالا تو مناطقی که بارندگی هم باشه این باز دوباره کمتر میشه. یعنی شما موقعی که برداشت محصول رو دارید اگه بارندگی باشه دیگه نیازی اصلا به آبیاری هم ندارید. یعنی معمولا تو مناطق کوهستانی و مناطقی که بارندگیشون خوبه ما فروردین اردیبهشت ما اصلا به گیاه آبیاری اصلا گیاه انجام نمیدیم. در صورتی که شما بعضی از مناطق خب ما منطقه کنگان که صحبتشو کردم خدمت شما با کشاورزا که صحبت می‌کردم، میگه اگه ما یه روز در میون اینا آبیاری می‌کردن، میگه اگه ما این یه روز در میون آب بشیم مثلا هفته 1 بار یا هفته 2 بار شدیداً افت محصول داریم. ما مارچوبه رو چند روز 1 بار آب میدن. مارچوبه گفتم میزان چون مصرف آبش کمه، منتها
اون مدار آبیاری نزدیک به هم باشه خیلی بهتره. یعنی شما هفته یک مثال برای گوجه فرنگی برای 1 هکتار شما مثلا 1 بار در هفته آب میدید، 5 ساعت آب رو میذاری 1 هکتار برای گوجه فرنگی، شما به جای 5 ساعت میارید چیکار میکنید؟ 2 ساعت آب رو میذارید تو 1 هکتار مارچوبه و این رو تقسیم میکنید، یعنی 2 ساعت رو توی 1 هفته تقسیم میکنید، یعنی حالا مثلا 3 روز 1 بار 1 ساعت آب میدید. میدونی این کار رو بکنید خیلی محصول بیشتری رو برداشت میکنید. یا اینکه میتونید نه آقا میگید من چون مدار آبیاریم دست خودم نیست، مثلا هفته 1 بار شما میتونید همون هفته 1 بار آب بدید، یا میتونید حتی 2 هفته 1 بار آب بدید. ببین هرچی مدار آبیاریتون طولانی تر باشه میزان عملکرد شما کمتر میشه. این یک مقایسه ای که خیلی از دوستان میگن آقا ما چطور میتونیم مقایسه کنیم مارچوبه آقا چقدر آب میخوره. خب بحث میزان مصرف آب مارچوبه کلا محصولات رو خیلی راحت میتونن دوستان حالا حساب کنن. حالا این آخر کار جلسه شما که دیگه استاد ما هستید میگم که حالا به راحتی میتونن حساب کنن و آخر جلسه اینم میگم که چجوری به راحتی میتونن میزان مصرف آبشون رو محاسبه کنن. و رو بحث برداشت مارچوبه، مارچوبه یک گیاهی که گفتم 1 بار کشت میکنید تا 30 سال برداشت میکنید، عمرش 50 ساله. ما الان تو مناطق خوزستان و سمت دسفول، حالا شوش و شوشتر و سمت استان خوزستان مزارعی رو مارچوبه رو داریم که از 50 سال پیش حالا شرکت‌های کانادایی آمریکایی اومدن اونجا بررسی کرده بودن، اونا رو ارقامی رو اونجا کار کردن که هنوزم بازدیدهایی که داشتیم چند وقت پیش هنوزم مارچوبه داره برداشت میشه، ولی خب عملکردش خیلی کمتر شده، اون میزان عملکرد خیلی کمتر. به لحاظ اقتصادی تا 30 سال به راحتی میتونن محصول برداشت کنن. دوستانی که میخوان کش کنن به راحتی تا 30 سال محصول برداشت میکنن و اختیار برداشت از خود کشاورزه. ما تو محصولات دیگه وقتی محصول الان برداشت نکنیم حالا بره 1 هفته دیگه برداشت کنیم محصول کاملا از بین میره، ولی تو مارچوبه این داستان رو ندارید. درسته میزان ارزان بزرگش شما عمل کرده شما حالا یه مقدار خیلی کمتر میشه، ولی محصول تضمین نمیگه که دوباره 1 سال صبر کنی تا سال بعد دوباره کلی هزینه کنی، هزینه‌های شخم رو بدی، هزینه‌های نشا رو پرداخت کنی. مارچوبه این داستان رو نداره. شما موقعی که این هفته قرار رو برداشت کنید بنا به هر دلیلی نتونستید، هیچ اشکالی نداره، هفته بعد میتونید برداشت رو انجام بدید. اگه هفته بعد نتونستید هفته بعدش، اگه اصلا بهار نتونستید برداشت کنید هیچ ایرادی نداره، شما تابستون میتونید به خود مزرعه استراحت بدید و شهریور و مهر ماه تو مناطق سردسیر شهریور و مهر میتونید بیشترین عملکرد رو ازش بگیرید. میزان برداشت مارچوبه از فروردین، اردیبهشت ماه، خرداد، تیر و مرداد اگه تو مناطق سردسیر هوا گرمتر بود که به گیاه استراحت میدن، اگه هوا گرم نبود میتونن تیر و مرداد هم برداشت رو انجام بدن. اگر هوا گرم بود تیر و مرداد به گیاه استراحت میدن، شهریور و مهر دوباره برداشت رو انجام بدن. یعنی برداشت مارچوبه به صورت 1 روز در میون یا هفته 2 الی 3 بار میتونن برداشت رو انجام بدن. و خرید این مارچوبه به صورت تضمینی ما یکی از معضلات اصلی که تو حوزه کشاورزی داریم بحث همین بازاره. من همه جا گفتم میگم آقا اگر شما معدن طلا داشته باشید بازار فروشش رو نداشته باشید عملا هیچی ندارید. حالا این بازی‌هایی که تو استان‌های مختلف ما داریم میریم متاسفانه یکی از معضلات اصلی همینه که بازار فروشه. اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ اینجا اومدیم شرکت اومده خرید تضمینی داره انجام میده. یعنی دیگه کشاورز ورزن به حضور شما که اون تولید کننده دیگه اصلا نگران فروش محصولش نیست، محصول برداشت میکنه و هفته به هفته یا ماه به ماه یا 3 روز 1 بار محصول میفرسته برای کارخونه و پولش هم نقدن حساب میشه. میزان عملکرد برداشت مارچوبه تو هر هکتار عرض به حضور شما که بسته به تراکم، بسته به رسیدگی شرایط اقلیمی داره و از 15 تن تا 30 تن شروع میشه. و عرضم به حضور شما که یعنی میزان حد اکثر 15 تن که دارم میگم با تراکم 60,000 تا. اگه افراد بیان 60,000 تا بوته در هر هکتار کشت کنن میزان برداشتشون حد اکثر 15 تن. اگه طرف بیاد 120,000 تا کشت کنه حد اکثر برداشتش 30 تنه.
و من یک عددی رو خدمت شما بگم که ما چون با کشورهای حالا که تو حوزه مارچوبه تخصصی دارن کار میکنن باشون در ارتباطیم. مثلا ژاپن داره به ازای هر یک دونه بوته، خیلی جالب و خیلی عددی بود که من وقتی باهاشون صحبت میکردم مثلا خودم باورم نمیشد. به ازای هر یک بوته 1 کیلو و 300 گرم تو ژاپن دارن مارچوبه برداشت میکنن. 1 کیلو و 300 تو یک سال، از سال دوم. عالی. توی کلمبیا تو زمین‌های دیمشون خیلی جالبه. تو زمین‌های دیمشون دارن 600 گرم 650 گرم عذرخواهی میکنن برای 1 هکتار به ازای هر یک بوته دارن برداشت میکنن. توی گواتمالا با تو زمین‌های نیمه دیمشون که حالا با آبیاری تکمیلی دارن انجام میدن، به ازای هر یک بوته اینا دارن نزدیک 700 گرم برداشت میکنن. و خیلی دوستان مثلا حالا ما صحبت می‌کنیم میگه مگه میشه مثلا مارچوبه آقا 10 تن بده، 15 تن بده، 30 تن بده. آره با رسیدگی فقط همه چی برمیگرده به رسیدگی. با اون بحث بسترسازیه که خیلی مهمه، یعنی تمام اینا اون شرایط ایدئال رو وقتی شما حالا نه فقط برای مارچوبه، برای هر محصولی شما حالا رو بحث گوجه فرنگی رو تخصصتون خیلی بیشتر از منه، اگر رسیدگی خوب باشه خب به راحتی میتونن توناژ خیلی بالایی رو بگیرن. ما تو بعضی از مناطق که حالا رسیدگی ها خیلی خوب نبود و مثلا تو بحث کنگان طرف مثلا با نزدیک 450 میلیون تومان هزینه میکرد برای هر هکتار و میزان برداشتشون چقدر بود؟ مثلا 70 تن، 80 تن، 90 تن. خب تازه با کلی هزینه های سنگین، هزینه های کود، خیلی خب این عدد خیلی بده. این بحث حالا میزان مصرف آبشون که به کنار. و توی مارچوبه هم دقیقا همینه. حالا میانگین متوسط میانگین برداشت مارچوبه تو ایران یه سولوش تقریبا ارزم به حضور شما که 200 تا 250 گرمه. به خاطر چی؟ به خاطر بحث همین رسیدگی. چرا؟ چون ما میگیم آقا این گیاه مقاومه، هر مثلا اصلا ول میکنه مزرعه رو میره. بابا حالا درست مقاومه ولی خب قرار نیست این بلا رو سرش بیاری که. و یک مزیتی که داره مارچوبه، شما میتونید ارزم به حضور شما که ماه اول یا سال اول مزرعه رو که کشت کردید اصلا بندازید برید، مثلا برید هر جا دوست دارید برید. سال بعد بیاین کامل مزرعه رو مثل یونجه کف خور کنید، آبیاری رو انجام بدید، دوباره محصول میتونید برداشت کنید. یعنی سرمایه‌ای که طرف میاره برای مارچوبه، اون هزینه‌ای که داره میکنه برای مارچوبه اصلا، یعنی کاملا من میگم اینو با 100% اطمینان دارم میگم که اصلا سوخت نمیشه. چرا؟ چون نشا ها تو زمینه. 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه اگه اون مزرعه اون زمین نتونه محصولی بچینه، حالا با توجه به بافت خاکشون میتونه اون نشا رو در بیاره ببره یه جای دیگه کش کنه و هیچ مشکل و هیچ ایرادی نداره. میدونی به خاطر همینه که مزیت‌های خیلی زیادی داره نسبت به محصول‌های دیگه. و در حال حاضر این رقمی که ما داریم کار می‌کنیم خب رقم اطلس هستش و شما الان برید خب تو گوگل اگه سرچ کنید خیلی از دوستان، خیلی از افراد با من صحبتی که داریم می‌کنیم میگه آقا مارچوبه از سال دوم سوم به بعد بار میده. گفتم خب اون آره شما اگه بذر رو کش کنید از سال دوم به بعد شروع به باردهی می‌کنه، ولی خب در حال حاضر رقمی که ما داریم کار می‌کنیم جزو بهترین رقم‌ها و جزو پرمحصول ترین رقم‌هایی که رقم آمریکایی هستش، بعد رقم اطلسه. و شما وقتی کشت میکنید دقیقاً از 4.5 ماه الی 5 ماه بعد برداشتتون شروع میشه. تو مناطق سردسیر چون طول دوره رشد خیلی کمتره، طرف اگه فروردین ماه کشت کنه یا مثلا اردیبهشت ماه کشت کنه یا شهریور ماه برداشت کنه، نهایتا مثلا 1 ماه میتونه برداشت کنه. چرا؟ چون میفته به عرض به حضور شما که سرما دوباره. و ولی تو مناطق گرمسیر مثلا جنوب کشور میتونن به راحتی مثلا 8 ماه 9 ماه برداشت محصول رو داشته باشن. حالا اون بحث خواب زمستان هم که کلا گیاه میره برای بحث خواب زمستانه. بحث بازار مارچوبه خب گفتم خیلی دغدغه‌های افراد بحث بازاره. یعنی طرف اصلا موقعی که کش میکنه اصلا نگران محصولش نباشه خریدش. چرا؟ چون تضمین خرید داره شرکت 5 ساله 10 ساله تا 20 تا 30 سال تا موقعی که به قول معروف شرکت برپاست تا موقعی که ما زنده محصول خریداری میشه از کشور بدون هیچ دغدغه‌ای. و از طرف دیگه این که هر 5 ساله و 10 ساله این قراردادها تمدید میشه. و بحث مقاومت یکی از معضلات اصلی که ما تو بحث کشاورزی داریم بحث شوری آبه که خیلی جا به خاطر اینکه عمر چاه‌ها خیلی زیاد شده آبها خیلی شور شده
مارچوبه به شوری بالا خیلی مقاومه. یعنی ما الان تو اصفهان فولاد شهر مبارکه داریم با ایسی 6500 اقتصادی داریم مارچوبه برداشت میکنیم تو مزارع استان اصفهان و این یکی از مهمترین مزیت‌هایی که ما تو اکثر مناطق متاسفانه به خاطر بحث شوری آب نمیتونن کشت‌های دیگر رو انجام بدن. و عرض به حضور شما که این به صورت خلاصه و توضیحات کلی در بسیار مورد مارچوبه بود. حالا دوستان هر سوالی دارن بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. خب. آقای مهندس، من یک برداشتی از صحبت‌های شما دارم اینه که این گیاه مارچوبه گیاهی هستش که به تنش‌های آبی مقاومه. خب این به معنای این نیست که ما آب کمتر بهش بدیم، میتونیم با همون منابع آبی درآمد بهتری داشته باشیم. ما تو درست. کشت‌های مثل گوجه فرنگی مشکلات تنش آبی داریم تو بقیه کشت‌ها. خب الان دنبال کشتی هستیم که با توجه به ناترازی برق که هر روز برق رو قطع میکنن، ما دنبال بله. باید یک کشتی باشیم که به مشکل تنش آبی نخوریم، دو اینکه خریدش تضمینی باشه. این عالیه. درست. ما درست. داریم با تقریبا 1/3 آبی که برای یک کشت گوجه فرنگی داریم انجام میدیم، شما میگید که میتونیم 1 هکتار مارچوبه بکاریم و درآمد ریالی تو سال سوم رو میگیریم. به ما بگید درآمد ریالی توی امسال برای مارچوبه که سال سوم کش شده چقدره؟ درآمد ریالی امسال اگه طرف، مثال دارم میگم، یه مزرعه داشته باشه، امسال سال سومش باشه، سال سوم دیگه تقریبا میرسه به، اگه با تراکم 60,000 تا تو 1 هکتار اگه طرف کش کرده باشه، سال سوم این میرسه به 10 تا 12 تن محصول که تو شرایط ایدئال به پایین ها. یعنی اگه شرایط رسیدگیش خیلی خوب باشه به راحتی سال سوم حد اکثر برداشت رو داره. من گفتم تو توضیحاتم اگه رسیدگی خوب باشه مارچوبه پتانسیل اینو داره که تا یک دونه بوته تا 700 گرم 800 گرم رو بار بده. این حالا به خاطر این متاسفانه مشکلات فراوانی که ما داریم، بحث حالا قطعی‌های مکرر برق، بحث شوری آب از یه طرف، بحث حالا اقلیم و شرایط محیطی که داریم، خب اینا همشون تاثیر میذاره. ولی خب تو سال سوم به راحتی اگه طرف رسیدگیش خوب باشه به راحتی 15 تن رو برداشت محصول داره که اگه ریالیش رو من بخوام بگم حساب کنم خدمت شما، تقریبا حالا الان بگم خدمت شما چقدر میشه سال سومش. ریالی مارچوبه تو سال سوم با حد اکثر برداشت تقریبا 2 میلیارد تومان میشه، 2 میلیارد و تقریبا 30 میلیون تومان. بسیار عالی. آقای مهندس، تو کشت مارچوبه ما تو سال سوم میگیم 2 میلیارد فروش داریم. این 2 میلیارد چقدر هزینه جاری همون سال هستش، مثل کارگری، مبارزه با علف‌های هرز و سایر کارهای داشت و برداشت؟ ببین، یک مارچوبه یک گیاهیه که رشد بسیار بالایی داره. حالا من چند وقت پیش یک استوری گذاشتم در مورد رشد مارچوبه که توی 12 سانت 6 سانت رشد میکنه. یعنی تو 24 ساعت به راحتی 10 تا 12 سانت رشد میکنه. سال اول موقعی که افراد میخوان کش کنن، رو بحث کنترل علف هرزش اگه بتونن حالا به روش‌های مختلف قبل کش میارن، حالا بحث علف کش رو به زمین میزنن و بعدش کش میکنن. خب این یکی از کنترل علف‌های هرزش که موقعی بحث حالا سال دوم سوم این میزان علف هرزتون به شدت کم میشه. چرا؟ چون مارچوبه میاد ارتفاع میگیره تا 1.5-2 متر و سایه 100% میندازه رو کف زمین. یعنی عملاً علف هرزای فصلی شما اصلا دیگه ندارید، مگر اینکه حالا علف‌هایی باشه که دیگه دائمی باشن. و میزان هزینه‌های کارگری برای 1 هکتار بستگی داره تو مناطق مختلف ما کارگرهای مختلفه، ولی حد اکثر اگه کارگر زبر و زرنگ باشه حد اکثرش 2 تا کارگر میتونه 1 هکتار رو برداشت کنه. بحث وجینش سال اول وجین داره، سال دوم بهار اگر کفور بشه اونجا فقط یک هزینه تقریبا 20 نفر میخواد برای 1 هکتار که وجین رو انجام بدن. بعد اون دیگه این نیاز نیست که آقا هر دوره بیان وجین رو انجام بدن. چرا؟ چون میگم رشدش خیلی سریعه و سایه 100% بیندازه به کف زمین، دیگه از رشد علف ارزان جلوگیری میکنه. و درست. مورد بعدی
هزینه‌های کود و هزینه‌های حالا اون جاری برای 1 هکتار، شما برای برداشت مارچوبه حداکثر 2 تا کارگر نیاز دارید حداکثر. تازه یک بله. نفر به راحتی میتونه مدیریت کنه، به راحتی میتونه برداشت رو انجام بده، به راحتی میتونه آبیاری رو انجام بده برای 1 هکتار. حالا نمیدونم بحث گوجه فرنگی یا محصولات دیگه چند تا کارگر نیاز داره رو نمیدونم، ولی مارچوبه برای 7 ماه، برای 7 ماه بکوب اگه برداشت بشه یا اگه کامل، یعنی تیر ماه مرداد هم برداشت بشه، شما نزدیک 140 میلیون تومان هزینه کارگریتون میشه اگه کارگر دائمی استخدام بشه. حالا تو کارگرای بله. فصلی که بعد واردش شداست. و بحث کودهایی که به مارچوبه اضافه میکنن، بحث یک کودی که نیاز داره مارچوبه، خب یکی از مهمترین کودهای عناصری که نیاز داره نیتروژن هست که به راحتی حالا با ورمی کمپوست بعد با توجه به آزمایش خاکی که دارن، با اضافه کردن کود دامی مصرف کودهای عالی رو به شدت کاهش میدن. ولی معمولا حالا به طور متوسط طرف مثلا توی هر ماه یا تو طول 7 ماه حداکثر، این بالاترین چیزی که ما در نظر گرفتیم که نرسیده به این، نزدیک به 60 میلیون تومان هزینه کودشون شده تو طول 7 ماه که این حداکثر. تازه این ما خیلی جا اصلا به باورتون نمیشه، خیلی از استان‌هایی که مارچوبه داریم مزارع، حداکثر کودهایی که مصرف کردن به 10 میلیون تومان نرسیده. چرا؟ چون بیس رو خیلی مقاوم و بیس رو خیلی خوب آماده کردن. از اون طرف بحث برداشت و میزان مصرف کودها رو خیلی کمتر میکنه. و اگه در مجموع بخوام بگم، شما سال سوم از 2 میلیارد تومان چقدر هزینه‌های جاری برای 1 هکتار میشه؟ از سال سوم حداکثر هزینه‌های جاری برای 1 هکتار مارچوبه حداکثر 300 میلیون تومان، حداکثر، یعنی تو بدترین حالت. چرا؟ چون مارچوبر 1 بار هزینه شخم پرداخت میکنن، شما 1 بار هزینه کود دارید میدید، هزینه بحث کاشت رو 1 بار دارن پرداخت میکنن، هزینه نشا 1 باره. من دیروز منطقه‌ای بودیم که سمت عراق گلخونه ها رو بازدید داشتیم، حالا بعضی از گلخونه ها که شرایط خوبی نداشتن، من باورم نمیشد وقتی بنده خدا من گفت که ما نشای گل عروس، دونه 40,000 تومان. من بعد تازه این مثلا حداکثرم 3 سال میمونه. یا مثلا فلفل دلمه من نمیدونستم واقعا یک دونه نشای فلفل دلمه 26,000 تومان. تازه هر سالم شما باید هزینه رو بدید. هست حالا گوجه فرنگی جدا و بحث خیار، بحث تمام اینا به کنار، شما برای نشا چیزی مارچوبه شما 1 بار هزینه میکنید. تازه اونم الان قیمت اون چقدره؟ 7500 تومان. یعنی افرادی که بخوان الان در حال حاضر کش رو انجام بدن میتونن 30% مبلغ رو پرداخت کنن، الباقی رو تو 2 سال تسویه کنن. یعنی هیچ نهادی، هیچ شرکتی شما تو ایران و حتی خارج از ایران پیدا نمی‌کنید که بیاد یک همچین طرحهای حمایتی رو بذاره. چرا؟ چون حالا شرکت بحث محصول رو نیاز داره، به خاطر این اومده حالا یه سری طرحهایی رو گذاشته. اون طرف مثلا 30% مبلغ رو نقد میده، الباقی رو 5 ماه یا 6 ماه 1 بار تا طول مدت 2 سال تسویه. به اونم مارچوبه از ماه چهارم بهش درآمد میده. یعنی هزینه‌هایی که کرده اون پیش پرداختی که داده از دیگه از ماه چهارم بعد برمیگردونه سال دوم دیگه کلا هزینه نشا رو کامل میتونه تصفیه حساب کنه طرف، یعنی به راحتی میتونه تصفیه حساب کنه. و بسیار همین ما رو مارچوبه داریم کار میکنیم. واقعا من میگم چون رشته تحصیلیم گیاهانداری و حالا شما هم تشریف آورده بودید بحث گلخونه گیاهانداری که داشتیم، تو تمام گیاهداری که ما کار کردیم واقعا مارچوبه یک گیاه اعجوبه‌ایه. من انواع تنش‌ها رو بهش وارد کردم، مقاومت خیلی خوبی رو خودش نشون داده. من تو دمای منفی 15 درجه سانتیگراد نشایی که 2 ماهش بود رو گذاشتم 48 ساعت، بعد 48 ساعت آوردم داخل گلخونه و بعد از 10 روز دوباره شروع کرد به جوانه زدن و کامل رشد کرد و روال عادیش رو طی کرد. این شما فکر نکنم نشایی رو پیدا کنید که تو دمای منفی 15 درجه 48 ساعت بیرون باشه، سرما ببینه، بعد بیارید داخل گلخونه و دوباره رشد کنه. حالا بذرها بحثش جداست، بذرها کامل داستانش جداست. من دیروز منطقه عراق بودم، گفتم آقا شما نشای مارچوبه رو من به شما میدم، نشای گوجه رو میدم، نشای فلفل، حتی درخت سیب، گردو فلان، 2 هفته بذارید تو فضای باز، یعنی ریشه لخت 2 هفته بذارید تو فضای باز و بعد از 2 هفته کش کنید. آقا حالا اون نشای
فلفل رو نمیدونم گوجه اینا که کامل از بین میره، ولی مارچوبه دوباره جواب نمیزنه. چون من هر جا میرم میگم آقا من به خدا ایمان دارم به مارچوبه، چون واقعا گیاهی که مقاومت به شدت بالایی داره. حالا دوستان هر سوالی هست ما در خدمتشون هستیم. آیه مهندس محمدی در مورد بافت خاکم سوال کردن که شما البته توضیحات رو دادیم، بازم اگر به صورت خلاصه براتون مقدور است مقدار بافت توضیح بدین راجع به بافت. بافت خاک مارچوبه، خب مارچوبه بافتای خاک سبک رو خیلی بیشتر میپسنده، خاک‌های قلیایی رو خیلی بیشتر میپسنده. پی اچ خاک بین 6.5 تا 7.5 حد اکثر تا 8 رو هیچ مشکلی براش نداره. خاکایی که آهکی مثلا آهکش 25% باشه براش خوبه، برخلاف خیلی از محصولات که میگن آهک خاک وقتی بالا باشه، حالا میگم شما تخصصتون خیلی بیشتر از موضوع بحث کود و اینا، کربنات کلسیم وقتی خیلی بیشتر باشه تو خیلی از کشت‌ها اون جذب عناصر اتفاق نمیفته. ولی تو مارچوبه خیلی جالبه، شما تا حد اکثر مثلا 25% رو به راحتی میتونید انجام بدید که خاکایی که آهک بالا دارن رو به راحتی میتونید مارچوبه رو کشت کنید. بافت خاک شنی لومی خیلی خوب براش خیلی براشون خوبه. ولی بافتای سنگین، بافتایی که آبیستایی، خاکایی که آبیستایی دارن یا نفوذ آب خیلی سخته یا خیلی دیر انجام میشه، اینا برای مارچوبه زیاد خوب نیست، چون چسبندگی زیادی که ایجاد میکنن باعث میشه که این ریشه ها نتونن حالا تنفس کنن و اون ساقه های درشتر و با کیفیت تری رو بیرون بدن. آقای مهندس، معیار تعیین قیمت توی مارچوبه چی هستش اینم اعلام کنید. بحث قیمت محصول مارچوبه خب بر اساس عرضه و تقاضاست دیگه، کلا تو کل کشور. حالا گندم که بحثش داستانش فرق میکنه، ولی نه، ما رو بحث کیفیت خود کالا مد نظر دارم. خود کیفیت، بحث کیفیت کالای مارچوبه ما چیزی که خود شرکت میگه آقا من نیاز دارم، مارچوبایی که حالا مثلا این خودکار، اندازه این خودکار ارتفاع 17 سانتی متر و دقیقاً سایزشون اندازه خودکار به بالا باشه رو میشه مارچوبه مثلا درجه 1. مارچوبایی که به عنوان درجه 2 یا درجه 3 ان اونا میشن مارچوبایی که وزن 17 گرم، وزن ارتفاع 17 سانتی متر ساقه، وزنش میشه مثلا 8 گرم تا 10 گرم، یعنی دیگه خیلی نازک. اون میشه مارچوبه درجه 3. اون مثلا مارچوبه که به این سایز مثلا خودکار 17 سانت باشه رو شرکت قراردادی که می‌بنده، خب قرارداد کیلویی 100,000 تومانه، هر سال 10% افزایش قیمت داره، افزایش محصول خود مزرعه هم 20%، یعنی جمعاً 30% افزایش داره. و قیمت درجه 3 مارچوبه تقریباً 10% تا 15% کمتر از درجه 1 و 2 هستش. من معمولا خب پرداختش هم 45 روزه، چک 45 روزه کشاورز میگیره. ولی خب مارچوبه درجه 1 کامل نقدی هستش، تصفیه حسابا نقدیه. بعد هزینه‌های حمل و نقل تو اکثر محصولات کشاورزی ما، حالا من فکر می‌کنم بحث گوجه فرنگی مثلا هزینه حمل و نقل به عهده خود کشاورزه، درسته؟ بله. درم فکر کنم همین به عهده کشاورز، هزینه‌های سردخونه حالا اگه باشه به عهده کشاورز، درسته؟ تمام این هزینه‌ها به عهده کشاورزه. ولی تو مارچوبه اینجوری نیست. تو مارچوبه طرف هزینه‌های سردخونه، هزینه‌های حمل و نقل از سردخونه تا خود کارخونه رو کامل شرکت پرداخت میکنه. یعنی عملاً اگه بخوام حساب کتاب کنیم، یعنی عملاً کشاورز سر مزرعه داره پولش رو دریافت میکنه. دیگه نیازی نیست که ارزم به حضور شما که هزینه‌های کرایه و تمام اینا رو پرداخت کنید، چون معمولا ما خودمون تولید کننده هستیم دیگه. رو بحث خیلی از محصولات وقتی قبلا که ارسال می‌کردیم این هزینه‌های کرایه حمل و هزینه‌های جاری رو که کم می‌کردیم، ای بابا اصلا دست کشاورز رو واقعا هیچی نمیگیره. ولی اینجا نه، اینجا کامل هزینه‌های سردخونه، هزینه‌های کرایه هم کامل به عهده شرکته. یعنی کشاورز با خیال راحت با تضمین خرید و عقد قراردادی که بسته میشه با خیال راحت محصولش رو تولید میکنه و عرض به حضور شما که برای شرکت میفرسته. دغدغه دیگه‌ای که ما داریم، حالا کشاورزایی که خیار تولید میکنن، فلفل یا محصول دیگه‌ای، بحث تعطیلات رسمیه. یعنی ما تو ایام محرم، توی ارزم به حضور شما که شب‌های حالا قدر و ماه رمضان و تعطیلات عید نوروز، معمولاً
تعطیلات رسمی خیلی از میادین میوه تروار کاملا تعطیله، ولی تو مارچوبه اینجوری نیست. شما اگه روز عاشورا هم محصول برداشت کنید میتونید بفرستید برای کارخونه تحویل میگیرن، هیچ مشکلی نداره. این هم یکی از مزیت‌هایی که مارچوبه نسبت به تمام محصولات دیگه داره. حالا کامنت‌های بنده خدا دوست ما سال اول دوم درسته گفتن آقا سال اول دوم چقدر محصول میده، این بستگی به رسیدگی داره. نگاه شما سال اول چون مارچوبه گیاه چند ساله است بازدید انجام بشه، اگه نیاز بود مثلا میگم آقا شما برداشت رو انجام بدید. چرا؟ چون هر چی شما برداشت بیشتری رو از مارچوبه انجام بدید و رسیدگی نکنید عملا ریشه رو دارید ضعیف میکنید، چون گفتم اندام اصلی مارچوبه ریشه است. و معمولا سال اول تقریبا بین 50 تا 60% هزینه ها رو سال اول دوم کامل، سال دوم که کامل اصلا هزینه رو برمیگردونه، حتی سودم به عرض به حضور شما که کاور میده. سال اول تو مناطق سرسیل معمولا بین 50% هزینه هاشون رو برمیگردونه. وضعیت آفات بیماری ها رو هم اگر یک بار دیگه بگید ممنون میشم. بحث آفات و بیماری ها تو مارچوبه ما تو این چند سالی که داریم کار میکنیم حقیقتش هنوز آفتی رو من ندیدم، بجز یک مزرعه‌ای که بهار برداشت مارچوبه هاشون شروع شده بود. یک سری کرم‌های قهوه‌ای پشمالو، حالا بهش میگن کرم ابریشم باف اگه اشتباه نکنم، اینا اومده بودن که حالا اینا هر چی که جلوشون بود رو داشتن می‌خوردن، ولی خب ساقه‌های مارچوبه که از زمین میومد بیرون چون نرمه و خیلی ضعیفه، موقعی که ساقه میاد بیرون چون اون گل مارچوبه خیلی نرمه اینا رو می‌خوردن و این باعث میشه که مثلا اونایی که هم بحث کیفیت محصول بیاد که حالا اون با یه سمپاشی خیلی ساده مثلا از بین میرفتن. و رو بحث بیماری‌ها یه نکته‌ای رو بگم خدمت شما، ما تو خاک‌ها و تو گلخونه‌هایی که یکی از معضلای اصلی گلخونه داره بحث نماتود هستش. جالب اینجاست که مارچوبه تراکم بالا اگه تو یک مزرعه یا گلخونه‌ای که نماتود مثلا 50% مزرعه یا گلخونه یا خاک رو درگیر کرده مارچوبه کش کنن کامل نماتود از بین میره و هیچ مشکلی تو بحث مارچوبه ایجاد نمیکنه. و اینم یکی از نکات خیلی مهمیه که مارچوبه نسبت به محصولات دیگه داره. و بیماری خب بحث حالا قارچ‌ها که اگه خود ساقه مارچوبه خود ریشه اگه تو آبهایی که آب ایستایی دارن خیلی بمونه معمولا قارچ میگیره و اونم حالا با قارچ‌کشا قابل کنترل، ولی اگه رسیدگی نشه خب خود اون ریشه از بین میره. ولی خب یا نسبت مقاومت خیلی بالایی به آفات و بیماری ها داره. من خود ریشه مارچوبه رو میگم، من چون انواع اقسام تنش ها رو مارچوبه انجام دادم، خود ریشه مارچوبه رو من توی لیوان آب و تقریبا 45 روز تو لیوان آب لیوان رو من خالی نمی کردم و میدم یه ذره آب داره کم میشه پرش میکردم. میخواستم ببینم که آقا این آیا واقعا دوام داره یا نه. بعد 45 روز دیدم که داره حالا اون حالت ژله‌ای میشه، یعنی اون دور ریشه ها رو داره یه بافت ژله‌ای میگیره که حالا فکر کنم بحث چی میگم بحث پوسیدگی اتفاق میافتاد. اگه تو خاکایی که این اتفاق نباشه هیچ مشکلی نداره. حالا ما الان جدیدن خب راهکارهایی رو داریم که به راحتی میتونن اصلا کامل مزرعه رو مدیریت کنن. حالا قبل کشت از قارچ‌کش‌های از تریکودرما استفاده میکنن، هم کارشون خیلی میبره بالا، هم بحث کیفیت محصولشون خیلی تاثیر داره. از طرف دیگه خب دیگه بحث قارچ و بیماری ها رو دیگه نمیگیره. بسیار عالی مهندس. ما تو بحث هزینه توی کشتی مثل گوجه فرنگی الان داشتم برآورد میکردم توی هکتار به 350 میلیون به بالا میرسه و متاسفانه با این قیمت ها دیگه هیچ توجیهی نداره کشت محصولاتی مثل گوجه فرنگی، سیب زمینی. امیدواریم که بتونیم همچین کشتی رو جایگزین کنیم و حداقل مدیریت منابع آبمون رو داشته باشیم برای آیندگان و یه مقدار کمک بشه به کشاورزان. بازم آقای مهندس اگر صحبتی چیزی دارید انجام بدین، چون فردا صبح میدونم که شما آدم جای دیگه هستین برای کلاس و آموزشیتون، زیاد وقتتون رو نمیگیریم. من یک نکته دیگه بگم خدمت شما. یکی از مشکلات اصلی حالا کشاورزا و دغدغه‌هایی که ماها داریم کامل اینه که
اقلیم کاملا فرق کرده. می‌بینید که ما تابستون اومده تو پاییز، پاییز اومده تو زمستون و زمستون اومده تو بهار و بله. اون میزان تابستون خیلی زیاد شده. ما عملا از خرداد ماه تابستون داریم تا آبان ماه و حالا این بحث گرما، بحث بارندگی که کلا نداریم. یکی از خصوصیات خیلی مهم مارچوبه اینه که شما اگه فروردین ماه کشت کنید، اگه مثلا اردیبهشت ماه برف بیاد، یخبندان بشه، شما محصولتون از بین نمیره، سرمایه‌تون از بین نمیره. در صورتی که اگه شما مثال دارم میگم گوجه کش کنید یا حالا هر محصول دیگه رو بخواید کش کنید، اگه با کوچکترین دما بیاد بشه 0 درجه، عملا کامل سرمایه‌تون، حالا اون نشا، اون هزینه شخم و هزینه کود و تمام هزینه‌ای که کردید عملا از بین میره. ولی تو بله. مارچوبه اینجوری نیست. شما دیگه نگران سرماهای بهاره نیستید، نگران یخبندان ها نیستید، نگران آفات و بیماریات، چون واقعا میگم یا به شدت مقاوم. نگران کم آبی نیستید. اگه چهار موتور خراب شده، اگه از حضور شما که آب 1 هفته آب ندارید، اگه 2 هفته آب ندارید، اصلا نگران نباشید، چون واقعا سرمایه شما از بین نمیره. با خیال راحت میتونید کش رو انجام بدید، با خیال راحت، یعنی واقعا دارم با خیال راحت میتونن کش رو انجام بدن. چرا؟ چون واقعا گیاه خیلی مقاومی هستش. هر سوالی بسیار هست ما هستیم و لایو رو اگه سیو کنید دوستان، فکر حتما کنم لایو رو سیوش میکنیم و تا بتونن از اطلاعات شما استفاده کنن و با شما در تماس باشن در بحث خرید تضمینیتون و ارائه این نشاب به کشاورزان عزیز. بازم دست شما زنده در بود. نکنه، بسیار وقت گذاشتین و خیلی استفاده کردیم از اطلاعات این که شما طی این مدت چند سال بسیار ضررها کردین تا به این اطلاعات رسیدیم و اینو رایگان در اختیار ما قرار میدید. از شما متشکرم. بچه‌ها بزرگواری، شب همگی بخیر. خداحافظ. شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.